علیچور دورافتاده‌ترین وادی که در بلندکوه مرغاب جایگیر است. در این وادی که از سطح بر حدود 4000 متر بلند است، پرورش قطاس یگانه منبع درآمدی مردم می باشد. قمچیبک جپروف قطاس پرور است. او میگوید که زمستانی سختی را پشت سر کرده اند تا نسل قطاس‌های شیرخوار را به دست دارند. مشکل این که هر سال اقلیم تغییر می‌یابد. امسال زمستان سختی را پشت سر کردیم. به زور زمستان را گذراندیم. برای ما خوراک علاوه‌ای لازم شد. خوب که حکومت ناحیه به قدر توانش کمک کرد. زمستان طولانی به اکثر خانواده‌های این منطقه ضربه سختی زده است. طول چند ماه صدها سرچارپا تلف یافته است. از نبودن علف امسال ضرر دیدیم. 4 قطاسمان مرد. حالا اینجا نگاه می‌داریم قطاس‌ها را. باید آنها را به چراگاه بریم. این یگانه درآمدی ما هست. اینجا چیزی نیست به جز چارواداری. در جماعت علیچور درخت نمی‌روید. زمینش نیز حاصلخیز نیست. مردم اینجا سالهاست با چارواداری زندگی خود را پیش میبرند. اصلا مردم یمی دیو زمینو کورم ندارن، فقط شغلشون با چارواداری، نه اینکه مردم جماعت بلکه تمام مردم ناحیه مرغاب. این قطاس‌ها در چراگاه از بهار تا زمستان میمونند. اینجا نسل میآورند و بزرگ میشوند. ساکنان خوب درک میکنند که زندگیشون بدون قطاس پروری پیش نمیرود. در ناحیه بلندکوه مرغاب بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از 25000 قطاس پرورش می‌شود.